تصور کن زن مورد علاقت، چه اکست باشه، چه کراشت باشه، چه عشق واقعیت باشه، بدون اینکه خودش بدونه هر روز ذهن و قلبش درگیر تو هست. هر کلمه، هر نگاه و حتی کوچکترین رفتار تو باعث میشه که زن دیوانه‌وار عاشقت بشه و نتونه ازت دل بکنه. امروز قرار رازهای علمی و عملی رو یاد بگیری که ذهن و قلب زن رو اسیر خودت کنی، چیزی که حتی بهترین دوستت هم نمیتونه به تو یادش بده. آماده ای؟ چون چیزی که میخوای یادش بگیری زندگی عشقی تو رو برای همیشه تغییر خواهد داد. سلام و درود. من مریم رضاییان، روانشناس و مشاور روابط هستم. در کانال رابطه بدون سانسور یاد میگیری چطور روابطت رو واقعی و جذاب بسازی. امروز میخوای یاد بگیری چطور زنی که دوستش داری رو، حالا اکست باشه، کراشت باشه یا عشق واقعی، فرقی نمیکنه، اون زن رو عاشق و دیوانه‌وار وابسته خودت کنی. ممنونم که کانال رو سابسکرایب کردی و با ما همراه هستی. این ویدیو پر از تکنیک ها، مثال های واقعی و داستان های کوتاه هستش که میتونی همون لحظه توی زندگی واقعیت استفاده کنی. چرا زنان جذب میشن؟ وقتی که زنها علاقه‌مند میشن، مغزشون هورمون‌های خاصی رو ترشح میکنن، مثل هورمون دوپامین، اکسیتوسین و هورمون سروتونین. این ترکیب باعث میشه ذهن و قلب زن درگیر تو بشه، حتی اگه خودش هم متوجه نشه. نکته مهم اینجاست، زنها بیشتر به رفتار، انرژی و نحوه تعامل تو جواب میدن تا صرفاً ظاهر فیزیکیت. عناصر اصلی که مرد رو جذاب میکنه، یا بهتر بگیم عناصر اصلی جذابیت مردانه، اول جذابیت فیزیکیش هست، همون وضعیت بدن، نگاه، حرکات و زبان بدنش هست. و دوم جذابیت کلامی هست. جذابیت کلامی مثل لحنش هست، مثل کلماتی که به کار میبره، شوخ طبعی و نحوه بیان احساساتش. و سوم جذابیت شخصی، اعتماد به نفسش، ثبات هیجانیش و کمی هم رازآلود بودنش هست و قابلیت این که پیش بینی ناپذیره. به عنوان مثال فرض کن هنگام صحبت کردن با زن کمی رازآلود رفتار میکنه، نمیذاری همه چیز رو بدونه و در عین حال لبخند جذابی هم میزنی. مغز هورمون‌های وابستگی رو اون لحظه ترشح میکنه و علاقه اون زن روز به روز به تو بیشتر و بیشتر میشه. جذابیت غیر کلامی شامل چی میشه؟ نگاه مستقیم کوتاه و معنادار، نه بهش خیره بشی، یا خیره شدن طولانی باعث ناراحتی طرف مقابل میشه. حالت بدن آروم و باز، نشستن یا ایستادن با اعتماد به نفس، لمس مختصر و مناسب مثل دست دادن محکم و کوتاه یا لمس بازو توی موقعیت‌های اجتماعی مثل خندیدن، تعریف کردن چیزی، اینها. و جذابیت کلامی مثل اینکه استفاده از اسم اون خانوم توی مکالمه باعث میشه که او یه حس ویژه‌ای پیدا کنه، تعریف و تمجید واقعی، نه سطحی باشه، نه نمایشی. اون تعریف و تمجید به ویژگی‌های منحصر به فرد اون خانم باشه، شوخ طبعی هوشمندانه که لبخند واقعی رو ایجاد کنه و ذهن اون زن رو درگیر کنه. حالا بریم سراغ جذابیت ذهنی و شخصیتی. اعتماد به نفس واقعی، زنها جذب مردهایی میشن که خودشون رو خیلی ارزشمند میدونن،
و گوش دادن فعال، نشون دادن علاقه واقعی به زنها به حرفهاش هست، یعنی علاقت رو به حرفهاش نشون بده، نه فقط صرفا شنیدن بشین به حرفایی که میزنه رو بشنو، نه، باید علاقمند باشی به حرفاش و راز آلود بودن و کمی پیش بینی ناپذیر بودن ذهن او رو تحریک میکنه. و ثبات هیجانی، یعنی هیچ وقت عصبانی نباش، بیشتر سعی کن که ثبات داشته باشی. این اعتماد اون زن رو افزایش میده. و به عنوان مثال فرض کن یک مرد با اعتماد به نفس بالا وقتی که با زن مورد علاقش، حالا کراشش، اکسش یا عشق واقعیش صحبت میکنه، فقط به حرفاش گوش میکنه و لبخند میزنه و هیچ عجله‌ای برای نشون دادن احساسش نداره. اون زن کم کم متوجه میشه که این مرد کاملا با بقیه متفاوته و میتونه بهش اعتماد کنه و علاقش هم روز به روز قطعاً بیشتر میشه. بریم سراغ تکنیک های پیشرفته جذب. حضور ذهنی و تکرار کوتاه یکی از گزینه ها هستش. یعنی چی؟ یعنی تماس کوتاه، پیام کوتاه و کلا لبخند سریع و کوتاه، اما باید معنیدار باشه، چون باعث میشه که ذهن زن تو رو فراموش نکنه. و دوم این که کمی چالش و فاصله، نه همیشه توی دسترس باش و نه همیشه دور باش، بهتره کمی دوری دادن باعث میشه که اون به تو علاقه بیشتری پیدا کنه. و سوم این که ایجاد خاطرات مثبت، یادآوری لحظه های مشترکتون رو داشته باشین، موقعیت ها و تجربه های خوشایند داشته باشید. به عنوان مثال میتونید توی یک پیام کوتاه یک خاطره مشترکی که با هم دارین رو یادآوری کنی بهش و کمی هم راز آلود اون خاطره رو پایان بدی. این باعث میشه که ذهن زن دنبال تو باشه و اون وابستگی شکل بگیره. اگر تا الان نکات برات مفید بوده، همین الان لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم فعال کن و تجربه خودت رو توی کامنت ها برامون بنویس و بگو کدوم تکنیک رو امتحان کردی یا قرار امتحانش کنی. ویدیو هنوز ادامه داره و نکات پیشرفته تر منتظر تو هستن. الان میخوایم بریم سراغ مدیریت وابستگی و عاشق کردن واقعی اون زن. کنترل هیجانات مردانه یعنی چی؟ یعنی وابستگی خودتو مدیریت کن، همیشه آروم باش و بعد اینکه تعادل بین دسترس بودن و فاصله مناسب، نه همیشه حاضر باش و نه خیلی دور باش، تعادل ایجاد کن بین این. و سوم این که ایجاد احساس امنیت و اعتماد، زن وقتی مطمئن بشه که تو ثبات و اعتماد به نفس داری، وابستگی واقعی درونش شکل میگیره. و بعدی شفاف بودن بدون فشار و کنترل، اجازه بده علاقه و وابستگی به صورت طبیعی شکل بگیره، نه با فشار یا کنترل. اگه همیشه در دسترس باشی علاقه کاهش پیدا میکنه. اگر کمی فاصله بدی و هیجاناتتو کنترل کنی، ذهنش هر بار بیشتر جذب تو میشه. جذب واقعی ترکیبی هستش از رفتار درست، ذهنیت قوی و تکنیک های کلامی و غیر کلامی و اصول روانشناسی. وقتی که این اصول رو درست اجراش کنی، زنی که میخوای، چه اکس، چه کراش و چه عشق واقعیت، دیوانه‌وار عاشقت میشه و نمیتونه ازت دل بکنه. راز اصلیش توی اعتماد به نفس،
حضور ذهنی، کمی چالش، ایجاد خاطرات مثبت و ثبات هیجانی نهفته هستش. این تکنیک ها قدرتی هستن که هر مردی میتونه با یادگیری و تمرین به اون برسه و روابطش رو به سطح کاملا جدیدی برسونه. برای یادگیری تکنیک های بیشتر و تقویت رابطت کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله رو هم فعالش کن و تجربه خودتو توی کامنت ها با ما به اشتراک بگذار. حتما لایک کن و به من انرژی بده. برای دوستات هم بفرست، شاید به این ویدیو نیاز داشته باشن. ممنونم که از کانال و من حمایت میکنی و تا آخر ویدیو با من همراه بودی.